برادران عزیز و پدران مهربان، الله تبارک و تعالی را بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر تمام نعمتهاش. همه نعمتهای الله سبحانه و تعالی خوب هستند، مفید هستند. به خصوص الله سبحانه و تعالی را بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر بزرگترین نعمتش، نعمت اسلام ایمانش، نعمت قرآنش، نعمت هدایتش، نعمت آبرو و شرف عزت افتخارش، نعمت سلامتیش. و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگر ما و شما ای بندگان خدا بیایم نعمت هایی که الله سبحانه و تعالی از لطف کرمش برای ما و شما عطا کرده است، اگر که با چی وسیله باشد حسابش کنیم، از بس که زیاد هستند حساب کردهش نمی شود. کدوم یک نعمتی پروردگار ما و شما حساب میکنیم. الله مهربان از نیستی به هستی خلق کرد انسان عاجز را، انسان ناتوانمند را قوت بخشید، قدرت داد، جاه و منصب بسیار بالا برداشت. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر تا آخر آیه. یعنی الله سبحانه و تعالی درجات ما و شما را با لطف کرمش بسیار بالا برد. در وسط میلیون مخلوقش خداوند ما و شما را برگزید. خداوند ما و شما را قبول کرد و بندگیش هدایت کرد. از بزرگترین نعمت ایمان برخوردار ساخت. و همین خیل ما و شما را رها نکرد، نگذاشت بر حال خودمان که ما سر گردون و حیران شویم که کجا رویم، چیکار کنیم، راه راست کجاست، راه گمراهی کجاست، و ما در گمراهی و ضلالت نرفتیم، بدبخت نابود نشیم. بلکه الله سبحانه و تعالی ما و شما را هدایت کرد، راهنمود کرد. و هر چی که ما و شما داریم از جانب الله سبحانه و تعالی است، نه از جانب ما خودمان. ولی هر کس که باشه، هر چیزی که داشته، در هر منزل و مقامی که باشد، هر چی که دارایی دارد از جانب الله سبحانه و تعالی است. از انسان خیلی دور است که انسان از پروردگارش دور شود. خوبی های پروردگارش دستی کم بگیره، نادیده بگیره، از پروردگارش پشتی رو کند. الله سبحانه و تعالی ما را خلق کرد، قلب برای ما داد. صاحب قلب، صاحب دل است. و در این قلب، دل، وسعت و توانایی حب دوست داشتن خداوند گذاشت. و اولین ذات است که باید ما و شما با این قلب دوست بداریم، الله صاحب قلب خود شد. اما متاسفانه ما امروز در این دنیا آمدیم، دنیا گشاد، کلون، وسیع، نو نعمت ها، مشغول دنیا شدیم. چقدر کمبودی ها نسبت پروردگار ما شما میکنیم، چقدر به حرمتی، چقدر ناشکری میکنیم. و من یطیع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. هر کس اگر در این دنیا از الله و رسولش اطاعت کند، فقد فاز فوزا عظیما، با تحقیق یعنی خوشبخت میشه، خوشبخشن بسیار کلون، بسیار بزرگ. و هر کس از الله و رسولش اگر دوری بگیرد، نتیجهش ضرر زیان خود انسان میبیند. الله سبحانه و تعالی صاحب ما و شماست
نسبت ما و شما بسیار مهربان است، لطف کرم دارد، ما را همیشه به راه راست هدایت میکند. از هر چی که برای ما و شما ضرر است، زیان است، منع میکند. یکی از اون چیزی که برای انسان بسیار مضر است، ضرر است، ضرر آور است، این حسادت کردن است، حسد کردن است، نسبت همدیگر حسد ورزیدن است. یعنی نسبت دیگر بندگان الله سبحانه و تعالی که خداوند از لطف کرم خودش انعام داده، نعمت داده، رزق روزی کم زیاد داده، انسان نسبت همون برادر و خواهرش حسد می‌ورزد، بدی میکند و میخواهد که نعمت از اون به طرف خودش بیاید یا که نعمت از دست وی برطرف شود، نابود شود. این حسد است دیگر، که نتیجه حسد بسیار خطرناک است برای انسان. حسد و حسادت و بغض و کینه بسیار خطرناک است. حاصل و نتیجه های بسیار گناه های عظیم را به در می آورد. اگر ما و شما نظر کنیم به تاریخ، میبینیم که از روی حسد، بغض، کینه چه کارهای بد، چه کارهای بسیار زشت رخ دادگی‌اند. در حالی که وظیفه انسانیه که باید دل نیت صاف داشته باشه، خیرخواه باشه نسبت دیگر و برادراش. یعنی همین حسادت انسان محدود میکنه، میده میکند، خرد میکند، ذلیل میکند، پس میکند، نابود میکند. اما وقتی که انسان اگر دل نیت صاف خوب و کشاد داشته باشد، خیرخواه باشد نسبت بندگان خدا، نسبت خلق خدا، انسان کلون میشه، واسع میشه، بزرگ میشه. هرگز انسان حسادت و حسد انسان بزرگ نشده است، دانشمند بلند مرتبه و آقا و آقا نشده است و هم نمیشود انسان. و این حسد کردن، کینه و بغض، این نشانه نفاق است، نشانه بی ایمانی است، نشانه ایمانداری، اسلامداری، خدایی ربانی نیست. انسان مسلمان نسبت برادر و خواهرش خیرخواه، دلسوز، مهربان است، نه که اینکه حسد بورزد و کینه، دشمنی، عداوت. یعنی حسد تحمل نکردن موفقیت دیگران، بد دیدن پیشرفت دیگران برادر و خواهرش. یعنی حسادت ناراضی شدن از تقسیمات پروردگار، از تقدیرات خداوند. که پروردگار فرمود ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله ان الله بكل شيء عليم. هم دیگر میگه حسد نورزه، حسادت نکنه. برای مردها الله سبحانه و تعالی از علم ازلی خودش رزق روزی عطا کرده است، نیست طبق اعمالش و رفتارش و کردارش. برای زنها هم همین خیلی است. الله سبحانه و تعالی رزق روزی را برای اونها طبق اعمالش نصیب روزی کرده است. واسأل الله من فضله. وقت چیزی که دیدی در برادر خوب نغز، کینه مورز، حسد مورز، پس که از لطف الله طلب کن. واسأل الله من فضله. فضل الله به انتها است
که پیغمبر خدا دعا میکردن اللهم انا نسألک من فضلک و رحمتک فانه لا یملکها الا انت. بر جایی که حسد ورزیدن، کینه گرفتن، از لطف کرم خداوند طلب کن. لطف کرم خداوند به انتها به هر کس بخواه میتید. اما این باید ما و شما بدونیم که پیش از این که وسعت طلب کنیم، قدرت توانش از خداوند طلب کنیم. چون که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند، مفهوم حدیث همیه که بعضی از بندگان خدا اگر الله سبحانه و تعالی داراییش بتیه، وسعتش بتیه، رزق روزی زیانش بتیه، طغیان میکنن، از خدا دور میشوند، از آدمگری خیلی تبعید میشوند، با کفر میروند. خداوند حکیم میدونه برای که چی قدر چه اندازه بتیه. اما همین خیلی در ادامه حدیث میفرماند که بعضی از بندگان خدا اگر الله سبحانه و تعالی کم بغل کنند، فقیر کنند، مسکین کنند، از الله رو میگردونند، از اسلام دور میکنند، کافر میشوند. بنابر علما میفهم قبل از این که دعا میکنی رزق روزی زیاد، اول دعا که خداوند وسعت قوت توان بتیه. بنابر همین یعنی حسد، علما میفرمایند حسد یکم گناه هست که در روی زمین انجام شده، نه فقط در روی زمین، در آسمان، در زمین. آنجا که الله تعالی ما و شما، پدر ما و شما را و خلق کرد، آدم علیه السلام را فرمود ملائکه را سجده بکنند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قال ربک للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین. یعنی الله تعالی ما و شما را خلق کرد، پدر ما و شما را خلق کرد، درجه را خیلی بلند کرد. انسان درجهش خیلی بلنده، تا اونجا که ملائکه را خداوند تبارک دستور داد، امر کرد که آدم علیه السلام سجده بکنه. سجده تحیتی، سجده اکرامی، سجده با یعنی حرمت احترامی، نه سجده عبادتی و تعظیمی. در اون زمان سجده تحیتی، سلامی، احترامی جایز بود، اما در اسلام در وقت ما حرام است. فقط سجده برای تعظیم برای لله هست بس. اما فسجدوا همه ملائکه سجده کردن الا ابلیس، مگر ابلیس حسد ورزید نسبت پدر ما و شما، کینه کرد، تکبر ورزید، نکرد، سجده نکرد، یعنی و کان من الکافرین، و از جمله کافران شد. سببش چیه؟ سببش ما حسادت است، کینه و دشمنی، عداوت است، بغض است که امروزه همه ما و شما دیدیم جایگاه شیطان چقدر پست. خدا پناه به الله سبحانه و تعالی. سرچشمش از چی است؟ از حسادت، از کبر، از کینه، از بغض، از دشمنی. و قسم به الله یاد کرد که این بندگان تو هست همش ذلیل میکنن، گمراه میکنن، از تو دور میکنن. یعنی اینقدر حسرت و تکبر مجبور کرد که با الله سبحانه و تعالی ابلیس این خیلی گپ زنه. اما خداوند فرمود که هر کس و کسانی که از تو پیروی میکنن داخل جهنم شو میکنن. همین حسادت بود که یعنی همین مریضی، کسلی، بیماری، حسد بود که تا این درجات شیطان رو پایین کرد. بعد از اون گذشته همین حسد بود که شیطان با واسطه همین حسد برادران یوسف علیه السلام را فند فریب کرد تا برادرش یوسف علیه السلام، یعنی فرزندای پیغمبر یعقوب علیه السلام که برادرشون یوسف علیه السلام را به قتل یا که به چی انداختن، داخل چاه. اونجا که عجیب سوره مبارکه یوسف از خداوند تبارک و تعالی آن را در قرآن بیان میکنه تا ما و شما امت اسلامی را، امت توحیدی را، امت مسلمان را
امت محمدی را که باید دل نیت صاف داشته باشیم، نسبت همدیگر خیخه و دلسوز مهربان داشته باشیم، نه کینه و دشمنی، عداوت، بغض بیان کرد و ما و شما را تعلیم داد که اونجا فرمود یوسف علیه السلام خواب دید، خوابش برای پدرش یعقوب علیه السلام بازگو کرد، فرمود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قال یوسف لابیه یا ابتی اینی رأیت 11 کوكب والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یوسف علیه السلام وقتی خواب میبینه به پدرش نقل میکنه، پدر جا من خواب دیدم که 11 ستاره هفتا و مهتا برای من سجده میکنن. یعنی یعقوب علیه السلام فهمید خوابش چی تعبیر دارد و یوسف علیه السلام خداوند چقدر دوستش می‌داره. فرمود یعقوب علیه السلام که قال یا بنی لا تقصص رؤیاک على اخوتك فیکیدوا لك کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. یعقوب علیه السلام پریشان شد نسبت یوسف علیه السلام، فرمود که ای فرزندک من، ای لخت جگری من، این خواب برای برادران نگو که آنها بر نسبت تو، یعنی مفهوم حدیث آیت همین است که نسبت تو بدبینی میرن، نگون کار ضرر زیان میرسونن. فإن الشیطان للانسان عدو مبین، عدو مبین، یعنی انسان، شیطان برای انسان دشمن آشکارا است، دشمن است، همیشه دست بردار نیست تا زمانی که انسان خور ذلیل نکنه، گمراه و بدبخت نکنه، دست نمیبرداره، روزش 1000 بار تا حتی میاد خسته نمیشود. به خاطر این قدر دشمنی ما شما، یعنی که خدا میگه عدو و مبین، دشمن آشکارا، در حالی که اگر دشمن پنهان باشه زیان ضرر زیادتر ما را میتونه برسونه، چون که نمیشناسیم کیه دشمن، از کجا میاد. اما الله سبحانه و تعالی فرمود این دشمن آشکار است، یعنی تحمل نداره، از بس که دشمن سخت است پنهان کنه، دشمنی رو میکافه، میگه من دشمن شما هستم، طاقت نداره، توان نداره، این قدر ما را بد میبینه. پس حسد یکی از راههای بسیار خوب برای شیطان، یعنی دام شیطان است که تا ما و شما و فرزندای ما و شما و برادر و خواهر ما و شما هلاک نابود بکنه. یعقوب علیه السلام فرمود نگو برای برادران اینا که حسد می‌ورزن، کینه می‌ورزن، شیطان از اینا استفاده میکنه. تا اونجا که رسید جمع شدن برادرها، فرمودن اذ قالوا لیوسف و اخوه احب الى ابینا من، اذ قالوا لیوسف و اخوه احب الى ابینا منا. جمع شدن گفتن یوسف و برادرش یعنی نزد پدر ما خیلی محبوبتر است، پدر ما خیلی دوستتر، زیادتر، مولتر میدونه، ما را کمتر، فلان و فلان فلان. حسد سر شد. از روی حسد، یعنی حسد تا زمانی که در درون هست، یعنی انسان میخرف، انسان آرامش از بین میبره، انسان پس میکنه، خور میکنه، عذاب میتیه. اما وقتی که بعد عمل اومد، خدا پناه به خدا، این خیلی گناه عظیم یعنی در نتیجه داره. تا اونجا اومدن دیگه نشی گفتن چی؟ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم و تکونوا من بعده قوما صالحین. یعنی در نتیجه حسد، کینه، بغض، عداوت، دشمنی برادر خود شده، فرزندای پیغمبر خدا. حالا که ما کجا هستیم؟ پناه به الله. تا اونجا که این تاریخی همه میدونیم که چی است، که داخل لط کوب داخل چاش کردن. یعقوب علیه السلام پیغمبر خود چند سال در غم فراق یوسف علیه السلام عذاب کشید، تا اونجایی که چشماش نابینا شدن. و اولین گناه اسلام در روی زمین، در اونجا که بازم الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه مائده برای فرزندای آدم علیه السلام بازم پیغمبر خدا میفرماید اون تاریخ قابیل و هابیل، بازم از روی حسادت، یعنی کشتار برادر خود از روی حسادت، از روی کینه، دشمنی، که الله سبحانه و تعالی میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واتل علیهم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل
من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. واتلو علیهم تلاوت که بگو ای پیغمبر ای رسول برای مردم، برای بندگان، برای بندگان من، یعنی ما و شما رو تعلیم تربیت میتید نبأ ابنای آدم بالحق، اون احوال یا که تاریخ دو فرزند آدم علیه السلام که همون قابیل و حابیل است. اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. اون زمانی که قربانی کردن به درگاه الله سبحانه و تعالی، یعنی قربانی که از اعمال هست که بنده خدا به خدا نزدیک میشود و ما هم نیاز داریم که به خداوند حد اکثر نزدیک شیم. روز به روز باید نزدیک و نزدیکتر شیم. اما متاسفانه بسیار کس از ما هستند که روز به روز با دورتر شدیم. با جایی که به طرف الله مهربان خالق ارض سما همه دنیا بریم پشت کردیم طرف شیطان دشمنی خود مرفته هستیم، استقبال در اوغوش شیطان در میسیم. نماز هفتهش یک بار زعوش نکردگیم، دیگر اعمال صالح تمام الا ماشاءالله. فکر منه هفتهش یک بار نماز خونم تمام، دیگه من مسلمان خیلی خریب به خدا نزدیک هستم. یا که همسرشم میگه که چه خیلی میفرات پوش بفرات حجاب که فرات حجاب نکن. سبحان الله. روزی قیامت دید دیگه نمی این خیلی مردمان این خیلی مردکار دیگه نمیدون چی بگوی. از اینکه نام محمد احمد نام فاطمه زهرا مونده خوبتر بهتر است. پس الله سبحانه و تعالی میفرماید که قربانی کردن در راه خدا به خاطری که به خدا نزدیک شوند، یعنی قربانی کردن یا که صدقه کردن در راه خدا به خدا نزدیک بکنه انسان. فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. الله سبحانه و تعالی در اینجا یک از دو کس صدقه قربانیش قبول کرد که همون حابیل است. یعنی در زندگیشون قابیل کشاورزی میکرد، چند خیشه های بگیم فاسد شده یعنی غیری خوب بهتریش نه آورد صدقه نکرد، بلکه فاسد شدگی پس گرفت آورد چند گندمش گذاشت. در اون زمان در اون وقت صدقه را میگذاشت علاوه از بالا میمد میسوخت. اگر میسوختش این نشانه قبولیت صدقه همون انسان بود. اما الله سبحانه و تعالی صدقه و قربانی کی را قبول کرد؟ حابیل که بهترین گوسفند آمد برای خدا تقدیم کرد، گذاشت، قربانی کرد. یعنی زمانی که ما شما اگر بخواهیم قربانی کنیم صدقه کنیم باید بهترین در راه خدا صدقه کنیم، نه که ضعیفترین اون چیزی که در کار نمیشه که وقتش رفته است گذشته است یا که خدمت نمیپوشه که فلان به ارزش است در راه خدا باید میتیمش. نه، باید بهترین در راه خدا بتیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شما با نیکی با خوبی و نیکی کاری نمیرسید تا زمان از اون چیزی که شما دوست میدارید، آن چیزی که دوست میدارید به خاطر الله تقدیم کنید. نه که پس شه، به ارزش شه، به صفت شه. پس حابیل که خدا ترس بود، متقی بود، با الله اخلاص محبتش بهترینش جدا که در راه خدا داد. کینه، حسد از این آیه برمی‌برداریم که پیشکی همین قابیل یعنی نسبت برادرش حسد داشت، کینه داشت، بغض داشت. وقتی که دید روز به روز کینه‌اش زیاد شد، از درون به اعمال بمد، بعد گفت اینی لاقتلنک، حتما من ترا میکشم. تهدید به قتلش کرد. حابیل فرمود قال انما يتقبل الله من المتقین. فهمید که دشمنی برادرم از کجا سرچشمه میگیره. سببش چیه؟ گفت برادر من عیبی من نیستی. از اینکه صدقه تو در مقبول درگاه الهی شده نیست من عیبدار نیستم. خودت مقصر هستی، خودت کمبودی داری، اعمال شایسته اعمال خودت، رفتاری خودت. سبب قبول نشدن صدقات به درگاه الله و الله قبول نکرد چون که تو متقی نیستی، خدا ترس نیستی. پس انسانی که
فاسق فاجر از الله سبحانه و تعالی قبول نمیکنه اعمال صالح، از متقی قبول میکنه. اگرچه شرط شرایط علما میفرمایند اگر انسان اگر که اعمال صالح را بجا بیاره از گردن ساقط میشه، اما ثواب و ثمره که او خیلی هست پیدا نمیکنه، خداوند عطاش نمیکنه. پس حابیل برای قابیل گفت عیب خودت است، اعمال خوب کن، تقوا رو پیشه کن، نسبت خداوند اخلاص و محبت دینداریت زیادتر کن، رابطت اعمال با الله خوب کن، سخت مستحکم کن، این فایدت میرسونه. در ادامه فرمود وقت تمام شد انشاءالله. خب نتیجه حسد همه ما شما میدونید که خلاصش این است که یعنی آخر اول تهدید به زبان میکرد که من ترا میکشم ای حابیل، آخر شیطان دست بردار نشید، روز به روز بی زینت میداد قتل و کشتار برادرش که در زندگیش کنار خودش بود، در سختی پستی در کنار خودش یاردمچی خود برادر خودش بود. شیطان دشمن یعنی قتل برادرش در پیش چشمش زیب زینت داد، آسان کرد روز به روز تا آنجا که عملی کرد برادرش را با دست خودش کشت، هلاک کرد. برادر خودش یاردم و نصرت دادن خودش در زندگیش. نهایت پشیمان شد، الله سبحانه و تعالی ذوق را فرستاد، دیگه ندونست که جسمش را چیکار کنم. پشیمان شد کاری کردگیش. همین خیلی شیطان وقتی که وسوسه میده شیطان انسان گمراه میکنه، وقتی که انسان ای خدا به خدا میکنه، ادین به دین میکنه، از سعادت دورش میکنه، بدبخت زور خور زلیش میکنه، تنها روش میکنه، تنها رهاش میکنه. خود توقع پناه به الله. الله سبحانه و تعالی دو فرستاد یک زاغی را که زمین کند و زاغ تای خو کرد. یعنی علما میفرمایند که دو زاغ جنگ کند پیشش نه، یک زاغ را کشت و زاغ دیگری زمین کند و تای خاکش کرد. بعد فرمود که ای کاش ای وای هلاک بر من تو چنین همین زاغ، یعنی که عقل نفهمید چنین زاغ همین فهم نداشتم گفتن پشیمان شد. یعنی عاقبت انا حسد خیلی خطرناک است. پناه به الله سبحانه و تعالی. باید وظیفه ما شما خیرخواهی، دلسوزی، مهربان، کمک همدیگر دانی، قدردانی، یاردم، نصرت است. وظیفه مسلمانی، وظیفه ایمانی ما شما همین است. پناه به الله یعنی دعا کنیم خداوند تبارک و تعالی ما شما را از حسرت، از پشیمانی، از حسادت، کینه، بغض همدیگر نجات بده. وقتی که ما و شما انا پیشرفت همدیگر را میفهمیم و زمانی که میفهمیم فلان برادرمو انا پیشرفت کرده، انا رزق روزی زیاد شده یا که تجارت یعنی که فایده زیادی رسید، بعد ما خوشحال شیم، خرسان شیم، با دعا کنیم خداوند زیادتر شو بده، مولتر شو بده، نه کی برعکس که مثلا حسد و کینه و بغض. پناه به الله و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.